تا حالا فکر کردی که بهترین مربی تاریخ فوتبال کیه؟ شاید کارلو آنجلوتی یا زیدان اومد تو ذهنت، چون تونستن 3 لیگ قهرمانان متوالی رو ببرن. اما جالبه که بدونی این 2 نفر حتی تو 3 نفر برترم نیستن. نفر پنجم ویسنت دل بوسکه. او قهرمانی در جام جهانی، یورو و 2 لیگ قهرمانان اروپا رو در کارنامه داره و در سال 2001 به عنوان بهترین مربی جهان انتخاب شد. نفر چهارم ژوزه مورینیو. این مربی پرتغالی 26 جام از جمله 2 لیگ قهرمانان و 3 لیگ برتر انگلیس رو کسب کرده و 4 بارم بهترین مربی دنیا شده با تیمایی مثل رئال مادرید، اینتر میلان، چلسی و پورتو. نفر سوم کارلو آنجلوتی با 31 جام قهرمانی از جمله 5 لیگ قهرمانان اروپا و 4 بار عنوان بهترین مربی جهان، اما هنوزم بهترین تاریخ نیست. نفر دوم پپ گواردیولا با 40 جام از جمله 3 لیگ قهرمانان اروپا و 6 لیگ برتر انگلیس. او یکی از تاکتیکی ترین مربیان تاریخ و 3 بار بهترین مربی جهان شده. اما بهترین مربی تاریخ کیه؟ خب قطعاً سر الکس فرگوسن. او در دوران حرفه‌ای خودش 49 جام برده از جمله 13 لیگ برتر انگلیس و 2 لیگ قهرمانان اروپا و میراثی جاودانه در منچستر یونایتد کبیر به جا گذاشته. حالا به نظر شما در کامنت ها بگید بهترین مربی تاریخ کیه؟